سلام بینندگان عزیز، اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. امروز دوشنبه 5 ایول. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. شمار بزرگی سربازان افغان زیر فشار طالبان به تاجیکستان گریختند. نگرانی از ناامن‌تر شدن همسایه کشور جنگ زده. طالبان نزدیکی طالبان سرحدی نزدیکی تاجیکستان اومدگی همین خیلی اکی این ویاش خوندیم. رمزان قادیروف پرزیدنت چچنستان گفت کسی را که واکسینه ضد کووید 19 نمیگیرد در صورت بیماری تبابت نخواهند کرد. بگذارید نفس‌تنگی و وحشتناک بودن نارسایی اکسیژن را احساس کنند. در سند رئیس مرکز ولی در اصل نه. سرسانی یک پزشک سابقه دار تاجیک در شهر باختر. مرا نه ای وظیفه آزاد کردن، نه به یگان کار تامین کردن، نه کار پیشینه و مثال آوردن دادن. من با در هوا کشم. با وجود مقاومت سخت به جنگجویان طالب، این گروه در افغانستان قلمروهای وسیع‌تر را اشغال می‌کند و به مرز تاجیکستان هم رسید. مقامات دوشنبه شام دیروز اعلان کردند که صدها سرباز افغان از گوشه‌های گوناگون مرز زیر فشار طالبان به خاک تاجیکستان گریختند. مولا رجب یوسفی در این باره و آگاهی ساکنان از مرز ناآرام دو کشور گزارش می‌دهد. کمیته دولتی امنیت گفت در یک شبانه روز اخیر تعداد بی‌سابقه سربازان افغان و یا بیش از 1000 نفر به حمله های گروه طالبان تاب نیاورده به تاجیکستان عقب نشینی کردند. به گفته کمیته امنیت حالا بیشتر از 900 کیلومتر مرز در آن طرف تاجیکستان زیر نظارت طالبان قرار دارد. ناحیه یا ولسوالی های خواهان، شیکی، نوسی، ماهیمه، شغنان و سلطان اشکاشی به ولایت بدخشان افغانستان دوام شبانه روز گذشته به دست طالبان افتادند. وضع در مرز نگران کننده است و مقامات تاجیک میگویند در پی درگیری ها احتمالی عقب نشینی سربازان دیگر افغان نیز وجود دارد. ساکنان تاجیکستان درباره مناقشه های اخیر در مرز تاجیکستان و افغانستان زیاد اطلاع ندارند. اون روز اینترنت خوندم راستگام گفتن طالبان نزدیکی طالبان سرحدی نزدیکی تاجیکستان اومدگی همین خیلی اکی این ویاش خوندیم خیلی سلیش کم ندارم راستگاه. خدمتچیان افغانستان و داخلی ریسپوبلیکا ما شد. در یک ماه اخیر این بار پنجم است که نظامیان افغان به تاجیکستان عقب نشینی میکنند و تعداد آنها حالا به بیش از 1500 نفر رسیده است. همین گونه وضع در همسایه کشور تاجیکستان با سرعت تغییر میکند و ظاهرا مقامات بلندپایه کشور خود را به این اوضاع آماده میکنند و نگرانند که مناقشه در افغانستان به جنگ داخلی نپیچد و همراه با سربازان سیل پناهجویان به تاجیکستان جاری نشود. چند هفته پیش یادگار فیض رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت به قبول پناهندگان آماده می شوند. گروه طالبان ادعا دارد که در چند ماه اخیر بیش از 143 ولسوالی یا ناحیه را در افغانستان تصرف کرده است. هرچند وزارت امور داخلی افغانستان این ادعا را رد می کند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. در ادامه این موضوع همکارم مومن احمدی یک ساعت پیش از برنامه با دو افسر افغان که به تاجیکستان فرار کردند صحبت کرد و از آنها دایر به سبب عقب نشینیشان به داخل تاجیکستان پرسید. همکارم اینجا در استودیو با ماست. مومن، این سربازان دایر به جنگ با طالبان و فرار به تاجیکستان چی میگویند؟ بله عبدالله، سربازان و افسران افغان که به تاجیکستان پناه آوردند میگویند اگر مرزبانان تاجیک آنها را به خاک کشور راه نمیدادند شاید کشته میشدند. محمد ظاهر ولد سفرعلی رهبر گروهی مخابراتی نیروهای مرزبانی در خواهان افغانستان از جمله بیش از 100 پناهجوی است که روزی گذشته به حدود ناحیه شمس‌دین شاهین شوراباد پیشین عقب نشینی کردند. او به رادیو آزادی گفت که تیر و تفنگشان را به مرزبانان تاجیک سپردند و در نزد بازار نزد مرزی در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین نگهداری می‌شوند. محمد ولی، یک سرباز دیگری افغانستانی، گفت با نیروی کم مقاومت با طالبان خودکشی بود. از این رو آنها قرار کردند که عقب نشینی کنند. آنگونه که می‌دانیم در دو روز اخیر بیش از 1000 سرباز و افسر افغانستانی به خاک تاجیکستان پناه آوردند. مومن، این سربازان نگفتند که چگونه شد که با مقاومت طالبان تاب نآوردند و اکنون سرنوشتشان چی می شود؟
عبدالله ببین، محمد ظاهری سفرعلی افسر افغان گفت که سبب عقب نشینی آنها پیوستن گروه بزرگ سلاح به دستان مردمی بود که قرار بود همراه با نیروهای دولتی و با مقابل طالبان جنگ میکنند. به گفته محمد ظاهر این گروه که از میان مردم جمع شده بودند سلاح و مهمات زیادی جنگی داشتند. او افزود خیزش های مردمی که در کنار نیروهای دولتی مسلح شده بودند با طالبان معامله کردند. او گفت که دیگر ما نیروی کافی برای مقابلت با طالبان را نداشتیم و به تاجیکستان آمدیم. افسر افغان گفت که مرزبانان تاجیک آنها را با جای خواب و غذا تامین کردند. حالا معلوم نیست که سرنوشت سربازان چی می شود. محمد ظاهر ولد سفرعلی میگوید آینده آنها به تصمیم رهبران افغانستان وابستگی دارد. او گفت ما را چقدر اینجا میگذارند و کی به کجا میبرند نمیدانیم. حکومتداران ما با حکومت تاجیکستان باید گپ زنند و بعدا تصمیم گرفته شود. ما مطابق تصمیم آنها عمل خواهیم کرد، گفت او. مقامات تاجیک روز گذشته اعلام کردند که بیش از 900 کیلومتر خط مرزی افغانستان با تاجیکستان در اختیار طالبان قرار گرفته است. تشکر از همکارم مومین احمدی که درباره تحولات اخیر در مرز و فرار سربازان افغان به قلمروی تاجیکستان صحبت می‌کرد. تعداد قربانیان بیماری کووید 19 در هند از مرز 400,000 نفر گذشت. مقامات گفتند در عموم کرونا ویروس به 30 میلیون نفر از اهالی این کشور سرایت کرده است. یعنی 3 برابر زیادتر از اهالی تاجیکستان در هند گرفتار کووید 19 شدند. حالا با رسیدن فصل بارانگری مشکلی دیگری از بیماری ظهور کرده است و آن هم روی آب آمدن جسدهای قربانیان کرونا ویروس نو. تفصیلات در گزارش همکارم طاهری سفر. جسدها با کفنهای زعفرانی و قربانیان بیماری کووید 19 که تا حال در هند به دادگری میکند. مردم فقیری که برای دفن شایسته عزیزانشان پول نداشتند ماهی اپریل و می آسم اثر آنها را در ساحل گنگ زیر خاک کردند. مردم اینجا جسدها را گور کرده برای ما مشکل ساختند. وقتی در رودخانه گنگ سطح آب بالا می آید گورها را شسته جسدها را بیرون می آورد و یا آنها را آب می برد. بعد زاغ و سگ‌ها جسدها را می خورند. با رسیدن فصل بارانگری در هند رود گنگ هم بیخبر از کار مردم فقیر ساحل‌هایش را می شوید و رنگ‌های زعفرانی را به مردم نشان می دهد. مقامات الله آباد از شهرهای مقدس هند میگویند تنها در 3 هفته گذشته 150 جسد را از رود گرفته سوزاندند. بعضی ها مرده ها را بر رودخانه می اندازند و آب آنها را می برد. مقامات محلی آنها را می سوزانند. طور می بینید چوب جمع کردند. ولی با بالا آمدن سطح آب جسدهای زیاد بر رودخانه می افتند و خطر آلودگی زیاد می شود. به تخمین مقامات الله آباد ممکن است در زمان اوج سرایت کرونا ویروس تا 600 نفر را در ساحل گنگ گور کردند. هندوها بر اساس آیین خویش جسدها را می‌سوزانند و خاکسترش را به آب می‌اندازند. خرج مراسم خاکسپاری تا $100 را تشکیل می‌دهد ولی طبقه قشاق هند همین پول را ندارد. برای همین بعضی‌ها جسدی عزیزشان را به گنگ می‌اندازند که رود مقدس به حساب می‌رود. با دریا انداختن جسد آب را آلوده می کند و بیماری های خطرناک برمی انگیزد. هند که خانه 1 میلیارد و 300 میلیون نفر است بیش از هر کشور دیگر جبری کرونا ویروس نو را کشیده است. ویروس در این کشور تا حال به 30 میلیون نفر سرایت کرده و 400,000 نفر را کشته است. با زیادتر شدن تعداد گرفتاران کووید 19 در روسیه، رمزان قادیروف پرزیدنت چچنستان به مردم تهدید کرد که اگر واکسین نگیرند سخت تنبیه میشوند. مقامات بلندپایه گفتند آنهایی که واکسین نمیگیرند در صورت احتیاج هم معالجه نخواهند شد. تهدیدهای دیگر هم از زبان مقامات صدا دادند و در این باره همکارم مومین احمدی گزارش میدهد. در چچنستان با آنهایی که واکسین نمیگیرند تهدید کردند که سخت تنبیه میشوند. حالا در این جمهوری معرکه عمومی واکسین زنی بر ضد کووید 19 ادامه دارد و رمضان قادیروف رهبر خودکامه چچنستان گفته است هر کسی که واکسین نمیگیرد از حق معالجه محروم می شود.
بگذارید نفس‌تنگی و وحشتناک بودن نارسایی اکسیژن را احساس کنند. بعدی چنین هشدار قادیروف معرکه واکسین زنی در چچنستان صورت گرفت. تا آخر ماه از میان 1,400,000 نفر از اهالی جمهوری 220,000 نفر واکسین گرفتند که از بلندترین نشاندادها در روسیه است. این زمان سرایت کرونا ویروس هم زیاد شده است و الخان سلیمانوف وزیر تندرستی آینده تیره را پیش بینی می‌کند. بعد موج سیوم پاندemia چهارم و پنجم و دیگرش هم می‌آید. بعضی از چچن‌ها بر رادیو آزادی گفتند علاج بغیر از گرفتن واکسین ندارند. یک استاد دانشگاه گفت نگیرد از کار میرانند. یک کارمند حکومتی گفت که به خود و اهل عائله‌اش دستور دادند واکسین بگیرد. بنا به گزارش‌ها به پلیس هم دستور دادند مردمانی که واکسین نگرفتند جمع کرده برای واکسین زنی به شفاخانه‌ها برند. مگامد داودوف رئیس پارلمان هشدار داده است بچه‌های آنهایی را که واکسین نگرفتند به مکتب راه نمی‌دهند. در شهر باختر مرکز ولایت ختلان رهبری مرکز یاری تعجیلی را مقامات موقتا از کار دور کردند، اما 2 سال باز تقدیرش معلق مانده است. روزگل برهانووا مدیر سابق مرکز یاری تعجیلی باختر نه به مقامش برقرار می شود و نه فرمانی از وظیفه رفتنش را می تواند بگیرد. شهلا عبداللهی گزارش می دهد. در حقیقت یاری تعجیلی روزگل برهانووا هنوز رسما دیرکتور مرکزی یاری تعجیلی طبی شهر باختر است، اما عملا نزدیک به 2 سال باز او نمیتواند به کار برگردد و یا فرمانی از کار رفتنش را بگیرد. حاضر در مرکز یاری تعجیلی سیوم دیرکتور کار کرده است، نه که مرا نه ای وظیفه آزاد کردن، نه به یگان کار تامین کردن، نه کار پیشینه میسو آوردن دادن، ما با در هوا کشو. روزگل را پس از شکایت همکاران و تفتیش دادستانی با قرار رئیس شهر باختر از وظیفه برکنار کردند. در قرار از 3 ایولی سال 2019 گفته شده است که او موقتا از وظیفه دور کرده می شود. اما برهانووا حالا از آن شکایت دارد که تا حال سرنوشت او ناروشن مانده، کسی به قضیه او توجه نمی کند. یک سبب هم به گفته او این است که رئیس سابق شهر که نسبت او چنین تصمیم گرفته بود از وظیفه برکنار شد و با آمدن رهبر نو قضیه او هم معلق ماند. تا حاضر هیچ که مرا فیراد نمیکنه، تا حاضر کاری مرا حل هیچ که حل نکرده. مشکل در کار روزگل بعد آن شروع شد که زیر دستانش با ناروزگی از جمع‌آوری مبلغ از بالای او شکایت بردند و میگوید برای آبادانی مؤسسه او مجبور بود این کارو کند، اما ادعا دارد که این مبلغ را به منفعت خود صرف نکرده است. هرچند دادگاه او را در از خود کردن 10,000 سومانی گناهکار نموده جریمه کرد. روزگل با قانون عفو از جریمه آزاد شد و حالا میگوید فقط میخواهد طبق قانون موقع یا جایگاه او را معین کنند تا یا به جای کار خود برگردد و یا از پی کار دیگری شود. من کار برآمدن نمیتونم که همه آدمایی که دفترچه مهنتی ما بینن در همونجا نویستگی که دیرکتور مرکز یاری تعجیلی طبی. در همین حال همکاران سابق روزگل از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. در حکومت شهر باختر ضمن تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند از این قضیه چند سال گذشته است و در این مدت اکثر راهبران عوض شدند. در پاسخ به شکایت روزگل برای برقرار کردن به جای کار پس از 1 سال این حادثه، دادگاه شهر باختر گفته است مهلت مراجعت به سود عاید برقرار کردن به جای کار بی اساس گذرانده شده است. بنابراین دعوای برهانووا به قناعت گذاشته شده است. اما خود برهانووا میگوید با دلیل خروج کرونا ویروس و محدودیت ها در کشور او آن زمان نتوانست برای اثبات بیگناه و طلب حق خود مبارزه برد. از سببی که همه جا کرونا ویروس کشیده است. روزگل کی به نزد بیماران برمیگردد؟ سوالی که نه خودش و نه مقامات با آن پاسخ روشن ندارند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.